5 دلیلی که اگر میخواید مهاجرت بکنید چرا باید به کانادا مهاجرت بکنید. اولیش اقتصاد پویا و باثبات کاناداست. ببینید اگر شما فردی هستید کارآفرین، صاحب ایده، اینجا بانک ها و دولت از شما حمایت میکنن، واقعا وام های با بهره پایین در اختیارتون میگذارن که طرحتون رو بتونید به نتیجه برسونید، چون برای کل جامعه سودآور هست. اگر شما از پروژهتون عایدی بالا داشته باشید مبلغ خیلی زیادیش رو مالیات میدید. از طرف دیگه هر چقدر بیزینس شما پیشرفت بکنه احتمالاً اشتغال زایی میکنه و بار رو از روی دوش دولت بر میداره. از اونجایی که کانادا با اقتصادهای بزرگ دنیا روابط خوبی داره، شما این امکان رو دارید که پروژهتون رو در خیلی مارکت های دیگه هم مطرح بکنید و تبدیلش بکنید به یه بیزینس جهانی. دومین دلیل سیستم آموزشی بسیار پیشرفته کانادا هستش. اینجا در کانادا به آموزش بچه ها اهمیت خیلی زیادی داده میشه. از آخرین روش ها و تحقیقات استفاده میکنن. واقعیت اینه که به جای پر کردن ذهن بچه ها با یک سری معلومات تئوریک، خیلی کارهای عملی انجام میشه. از تکنیک های روز دنیا استفاده میشه. مثلا به بچه ها از همون سنین پایین درباره پول صحبت میشه، مدیریت پول چجوری به دست میاد، چطوری باید حفظ بشه، چطوری باید سرمایه گذاری بشه، با زبان بسیار ساده. دلیل چهارم آرامش و شادی هستش که در جامعه کانادا هست. اینو مثلا در مقایسه با آمریکا میگم. کانادا جامعه بسیار آرومتریه، بسیار شادتر زندگی میکنن مردم نسبت به خیلی کشورهای پیشرفته دیگه دنیا. دلیل پنجم هم محیط زیست بسیار زیبا و پاک کانادا است. آب و هوای بسیار تر و تمیز و مثال زدنی کانادا. این رو به مورد اول هم میتونم ربط بدم. شما اگه بیزینسی دارید در مورد محیط زیست هست، خیلی بهش اهمیت داده میشه، خیلی ازتون حمایت خواهند کرد.